های مذبوحانه ارتش تروریستی آمریکا به منظور عملیات امداد و نجات خلبان جنگنده ساقط شده خود، تعدادی از هواگردهای دشمن در بامداد 16 فروردین 1405 وارد کشور عزیزمان ایران شدند. با یاری و نصرت الهی، با هوشیاری و آمادگی رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح، با بهره‌گیری از جنگ الکترونیک، سامانه‌های نوین پدافند هوایی، اجرای طرح دفاع موزاییکی زمینی و ایجاد حصار نظامی و امنیتی، تعدادی از این هواگردها شامل 2 فروند هواپیمای ترابری نظامی C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک مورد اصابت قرار گرفته و مجبور به فرود اضطراری در یکی از مناطق جنوب اصفهان شدند. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. رئیس جمهور نادان و گرفتار در باطلاق جنگ و تجاوزی که آغازگر آن بود و ژنرال‌های بی‌هنر و بزدل ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا به خوبی دریافتند که هر گونه تجاوز و عملیات زمینی و نفوذ در هر نقطه از ایران سربلند و دشمن شکن با قدرت جنود الهی و مشت پولادین رزمندگان در نیروهای مسلح، بسیج قهرمان و ملت شجاع و دلاور این مرز و بوم با شکست قاطع و مفتضحانه روبرو خواهد شد. بی‌آبرویی رئیس جمهور گرفتار و ارتش شکست خورده آمریکا با لفاظی، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی قابل ترمیم نخواهد بود. شکی نیست که همه این پیروزی‌ها و دستاوردهای ایران پر افتخار در سایه عنایت خاصه و الطاف ویژه خداوند متعال بوده و یقین داریم که وعده الهی در پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل محقق خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز.